با ارزش‌ترین جایزه فردی که یه فوتبالیست میتونه ببره چیه؟ شاید فکر کنید اون جایزه توپ طلاست، ولی نه، اون جایزه لاروسه. لاروس به بهترین ورزشکار سال بین ورزشکارای همه رشته‌های ورزشی و نه فقط فوتبال داده میشه. به خاطر وجود ورزشکارای فوق‌العاده در ورزش‌های مختلف کسب اون خیلی سخته. تا حالا 2 بارم فوتبالیستا تونستن این جایزه رو کسب کنن که هر 2 بارش هم توسط مسی بوده. حالا به نظر شما لاروس مهمتره یا توپ طلا؟ با ارزش‌ترین جایزه فردی که یه فوتبالیست میتونه ببره چیه؟ شاید فکر کنید اون جایزه توپ طلاست، ولی نه، اون جایزه لاروسه. لاروس به بهترین ورزشکار سال بین ورزشکارای